سلام، به کانالمون خوش برگشتین. آقا میگن سرمایه برای سال بعد باید دلار و طلا باشه، ولی حتی طلای شکسته هم که از ایران میخرین یه درصدی کارمزد داره. یه راهی هست که برای پس اندازتون میتونین از دبی طلا بخرین بیارین ایران و نرخش براتون خیلی خیلی کمتر از ایران بیفته، حداقل 10%. تازه چند تا کالای مسافری هم کنارش بیارین که هزینه‌های سفرتون رو هم کاور کنه، که هم با پول پسندازتون تونسته باشین سفر برین، هم پسندازتون سر جاش باشه. میدونین دیگه، یه شوخی کلاهبردارانه تو ایران هست که میگن ماشین حساب طلا فروشا معلوم نیست چطور کار میکنه که یه تیکه طلا که میخری انقدر واسط گرون میفته. تو این ویدیو روشایی رو خدمتتون میگیم که از دبی طلای بدون کارمزد و بدون مالیات بیارین ایران، یعنی فقط پول طلا رو بدین. روش‌های خرید رو خدمتتون میگیم، از کجا و چطور بخرین رو خدمتتون میگیم. روش‌هایی رو میگیم که خرید امن و راحت داشته باشین و همچنین در پایان ویدیو بهتون میگیم در صورت نیاز به فروش تو ایران روشش چی است و چه مدارکی رو باید از دبی گرفته باشین تا طلای وارداتی رو راحت تو ایران بدون دردسر بفروشین. دوستان، برای کالاهای مسافری میتونین ویدیو کالاهای مسافری و واردات از امارات رو ببینین و برای واردات مقدار زیاد و کلی طلا هم ویدیو واردات طلامون رو ببینین. تا آخر ویدیو همراهمون باشین. دوستان، خرید طلا از دبی چند تا نکته داره که بهتون میگم. اولا اینکه آدرسش رو نقشه مشخصه دیگه، دبی گلد سوق یا سوق طلای دبی تو دیرا هستش. رو نقشه براتون مشخص کردم، نگاه بفرمایید و از همونجا برید خرید کنین. یه بازار شبیه بازار سنتی‌های خودمون ظاهرا، منتها خب یکم شیک‌تر و خب همشون طلا فروشی ان دیگه. نکته دوم این که شما باید نرخ اون روز طلا رو بدونین. البته مثل ایران خودمون تابلو دارن، اما آنلاین هم چک کنین بد نیست، که از طریق لینکی که تو دیسکریپشن میذارم میتونین برین هر روز نرخ طلای اون روز رو چک بکنین. سومین نکته عزیزان، چک کردن خود طلا. طلا باید هال مارکینگ داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی یه ضربی که عیار طلا رو مشخص میکنه. در واقع هال مارک یه کدیه که روی طلا ضرب میخوره و نشون دهنده اینه که طلا عیارش چقدره و از مجاری قانونی درست شده. طلایی که هال مارک یا همون ضرب رو روش داشته باشه این دوتا اطلاعات رو به شما میده. به دو روش هال مارک رو طلا ضرب میکنن، یا همین عیارش مثل 18 و 24 رو با حرف K انگلیسی ضرب میکنن، یا هم که کد رو روش ضرب میکنن که الان کدها رو خدمتتون توضیح میدیم. دوستان، شما میدونین که طلای 24، 22، 21، 18، 14 و 9 عیار تو بازار وجود داره. 24 عیار که خالص ترین هست و تقریبا تماما طلاه، 99.9% طلا هستش. 22 عیار 91.6% طلاه و بقیه‌اش خب فلزات دیگه است. 21 عیار 87.5% طلا، 18 عیار 75% طلا، 14 عیار 58.5% طلا و 9 عیار 37.5% طلا هستش. خب همین درصدها رو به شکل یه عدد سه رقمی اگر در بیارین میشه هال مارکینگ. یعنی طلای 24 میشه 999، طلای 22 میشه 916، طلای 21 میشه 875، طلای 18 میشه 750، طلای 14 میشه 585 و طلای 9 هم میشه 375. اینجا باید دقت کنین که طلایی که میخرین حتما هال مارکینگ داشته باشه و ضرب رسمی خورده باشه و در این صورت در ایران، امارات و جاهای دیگه دنیا قابل فروش خواهد بود و تو فرودگاه دبی هم مالیاتش قابل استرداد. و خب بازار ایران بازار طلای 18 عیار دوستان، لذا رفتین بازار طلای دبی، اونجا شما باید طلاهایی رو چک کنین که هال مارکینگ یا ضرب 750 روش خورده باشه. حالا دو مدل دیگه، یا نوشته 750 یا نوشته 18 کی، هر کدوم اینا بود یعنی طلا 18 عیار، اون رو بخرین. نرین طلای 24 عیار، 22 عیار، 9 عیار یا 14 عیار بخرین که کلا سرتون رفته. نکته چهارم قیمت طلا هست. همه طلاها اتیکت قیمت دارن، اما بدونین که قیمت تمام شده این نیست. درصد مالیات و فی یا همون کارمزد هم بهش اضافه میشه. یعنی شما میرین یه تیکه طلا میبینین یه عددی روشه به درهم، اون قیمتشه، اوکی، ولی 1% مالیات و 1% کارمزدی هم روش ضرب میکنن، بعد بهتون میفروشنش. از اون عدد یکم بیشتر میشه. مالیات 5% هستش که ازتون اونجا میگیرن، اما با فاکتور و جنس میرین فرودگاه، اونجا بهتون عدت میدن. تو فرودگاه یه بخشی از تو فرودگاه که فاکتورهای خرید دیوتی فریتون از فری شاپا و طلا و این جور چیزا رو میبرین، پاستون رو هم میبرین، بهشون ارائه میدین، مبلغ مالیات ها رو بهتون عدت میدن، همونجا کش بهتون پس میدن. فقط دقت کنین و ازشون بخواین که تو فاکتور نام کامل و شماره پاستون رو بزنه طلا فروشی و بپرسین تکس ریترن بهتون میدن یا تو فاکتور قید میکنن. تکس ریترن یه نامه‌ایه که بازگشت در واقع تکس یا همون مالیات هست. البته نامه تکس ریترن هم بهتون ندن اشکالی
اشکالی نداره، چون تو فرودگاه با فاکتور هم عدت میدن. اما بپرسین بعضیا یه نامه بهتون میدن که اون کارو راحت تر میکنه. خب این که از مالیاتش که پسش میگیرین. حالا ببینین کارمزد ساخت چقدر ازتون میگیرن. میدونین دیگه کارمزد هزینه طراحی، ساخت و تولید طلاییه که میخرین که با یه نرخ فیکس روی هر گرم یا یه درصدی از قیمت نهایی طلا مشخص میشه. همیشه یه نرخ فیکس قیمتش کمتر از درصد کل روی طلا، حواستون باشه. این یه نکته. و معمولا هم کارمزد منطقی که روی هر طلا میگیرن باید بین 5 تا 10 درهم باشه برای هر گرم. اینجا شما دو تا آپشن دارین، یا طلا رو به عنوان پسنداز و به قصد فروش تو ایران دارین میبرین، یا هم برای استفاده به عنوان زیورآلات. اگر استفاده زیورآلات مد نظرتونه که باید مدل رو انتخاب کنین، ببینین کارمزدش چقدره و با یه چونه یه عدد منطقی برسونینش رو پرداخت کنین. ولی اگر به قصد فروش تو ایران و کالای مسافری دارین میارین، یا هم که به قصد پسنداز کردن دارین طلا رو میخرین، بگردین واژه زیرو میکینگ چارجز رو پیدا کنین و از اون طلاها بخرین. رو سردر بعضی فروشگاه‌ها نوشته اونجا، چک کنین که زیرو میکینگ چارجز، متنشو که براتون گذاشتم معنیش هم میشه بدون کارمزد، و برین داخل. همه طلاهاشون اینجوری نیست. بپرسین آقا طلاهای بدون کارمزدتون کجاست، براتون میارن. از 18 عیاراش برای خودتون انتخاب کنین. عزیزان بدونین که خانوما بهتر بلدن چه طلایی تو ایران راسته بازار و طراحیش ایرانی هست. لذا از خانومتون، مادرتون و یا خواهرتون مشورت بگیرین، یا هم که با هم تشریف ببرین. ولی من یه سری نکات رو خدمتتون عرض میکنم. طلایی که میخرین نباید جواهرات گرون داشته باشه. کلا بدون جواهر بخرین بهتره. سعی کنین تمام وزن تیکه‌ای که میخرین طلا باشه. رعایت کنین از لحاظ استایل و طراحی ایرانی پسند باشه. و اگر فکر میکنین نمیتونین اینطوری انتخاب کنین و بی سلیقگی من در شما هم وجود داره، بهتره که شمش بخرین، بهترین گزینه‌تونه. لذا حتما تو خاطر داشته باشین این مطلب رو. در مورد خرید طلای امن هم باید بهتون بگم مراقب اسکمرها و بازاریابا باشین. اونجا که میرین بازاریاب وجود داره. بازاریاب کسیه که تو سوق که دارین راه میرین، تو راهرو اصلی شروع میکنن به بازاریابی باهاتون صحبت میکنن و سعی میکنن بگن طلا با قیمت بهتر دارن و ببرنتون تو این کوچه‌های فرعی و مجابتون کنن از طلا فروشی‌های اون تو خرید کنین. حتی اگر کار آنست و صادقانه هم انجام بدن، این بازاریابا یه پورسانتی دارن که شما رو کارمزد طلا پرداختش میکنین. و این رو هم باید بدونین که طلا جنسی نیست که بخواید بیشتر بگردین قیمت کمتر پیدا کنین. قیمت جهانی داره که مشخص، مالیات داره که 5% ثابته و کارمزد داره که اون کارمزد وقتی بازاریاب میبرتون کمتر نیست، بیشتر هم هست. و این که شما رو از در هتلتون که نمیان وردارن ببرن یه جایی طلا بخرین. شما آلردی تو همون بازار هستین، همون جایی، نیاز به کمک ندارین. چشمتون کار میکنه، میبینین هر چی خواستین رو میخرین دیگه. نیازی ندارین کسی بیاد ببرتون تو طلا فروشی. لذا خدمات اینا اولا به دردتون نمیخوره، ثانیاً براتون گرون تموم میشه. ثالثاً خدای نکرده یه وقت به اسکمر برخورد میکنین، یا کلا سرتون میره تو خرید طلا، یا تو همون کوچه پس کوچه ها خفتتون میکنن. خوبی تو این کار وجود نداره، سمتش نرین. اسکمرها هم کسایی میشن که بهتون طلا جواهر تقلبی میفروشن. باید مواظب باشین این کلاه سرتون نره. این نکات رو رعایت کنین، مشکلی پیش نمیاد ان. اولا که فروشگاه‌های درست درمون برین و داخل فروشگاه اول چک کنین ببینین پشت سر طرف سرتیفیکیت دبی مولتی کامودیتی سنتر دارن یا نه. تصویری که مشاهده میکنین عکسش هست. یه همچین چیزی باید رو دیوار باشه. این یعنی عضو رسمی اتحادیه. همچنین رو دیوار یه سرتیفیکیت از اداره استاندارد امارات باید باشه که تصویرشو دارین میبینین. این هم یعنی فرایند تهیه مواد اولیه و جنس نهایی طبق استانداردها هست. اگر روش ضرب خورده 18 عیار 18 عیار واقعا. دوما برای طلایی که میخرین اولا چک کنین روش ضرب خورده باشه عیارش و همچنین میتونین درخواست گواهیش رو بدین. براتون میارن میدنش بهتون. همون چیزیه که حالا در ادامه خدمتتون میگیم. اصالت از کشور مبدا رو تو ایران هم تایید میکنه. این رو حتما باید بگیرین. یا یه نامه بهتون میدن یا خود طلا در واقع گواهی داره همونو بهتون میدن. سوما که از راسته بازار خرید کنین. گفتم دیگه تو کوچه پس کوچه ها، گوشه کنارا چیز بدتر همیشه گیرتون میاد. چیز بهتر پیدا نمیشه. از مغازه‌های صحیح و با اعتبار بخرین، مشکلی پیش نمیاد. تو ایران همه ازتون میخرن، هیچ مشکلی هم نداره. منتها باید دقت کنین که گواهی اصالت از طلا فروش دبی بگیرین. حالا یا طلا به مقدار زیاد و مناسب خریدین که خود طلا گواهی اصالت و تولید داره، یا هم طلا به میزان کم خریدین که خود طلا فروش بهتون یه نامه میده که اون نامه با مهر و امضا و فاکتور خریدتون اینجا تو ایران به عنوان گواهی اصالت برای فروش طلا کافیه. ممکنه برین یه طلا فروشی بخواد بزنه تو سر مال و کم بخره و بگه آقا از ما قبول نمیکنن و این حرفا. اصلا گوش ندین. این کلاهبرداری
داره، به درد شما هم نمیخوره، بیاین بیرون برین یه جا دیگه. طلا فروشا از خداشونه طلایی از شما بخرن که اولا مطمئن باشن مال شماست و دزدی نیست و سوما منشأش معلوم نباشه، از خارج از کشور اومده باشه، پولی هم براش پرداخت نشده باشه، از مبادی رسمی هم نیومده باشه. لذا جنس پرطرفداری و راحت میفروشینش. اگر این نخرید بریم بعدی، اگر بعدی نخرید میریم بعدی. طلا فروشیه دیگه، میریم ببینیم کدوم قیمتش براتون مناسب تره، به همون میفروشیم. خب دوستان فکر کنم تا همینجا کافی باشه. قسمت خوبی از بحث و پوشش دادیم. اگر مطالب مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب بفرمایید و ما رو به دوستاتون معرفی کنین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.